سلام دوستان، خوش اومدید به کانال جرکی تحول. این اولین ویدیو ما هست. لطفاً حمایت کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. امروز میخوایم درباره یکی از مهمترین عوامل موفقیت در زندگی صحبت کنیم: ایجاد و حفظ عادتهای مثبت. اگه شما هم دوست دارید که زندگیتون رو بهبود بدید و به اهدافتون نزدیکتر بشید، توصیه میکنم که تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. اول از همه بیایید ببینیم چرا عادتهای مثبت اینقدر مهم هستند. عادتها مثل پایه‌های زندگی ما عمل میکنند. عادتهای خوب میتونن به ما کمک کنن که سالمتر باشیم، بهره وریمون رو بالا ببریم و زندگی شادتری داشته باشیم. از طرف دیگه عادتهای بد میتونن ما رو از رسیدن به اهدافمون دور کنند و زندگیمون رو دشوارتر. در کتاب قدرت عادت نوشته چارلز دوهیگ توضیح داده میشه که عادتها چگونه شکل میگیرن و چگونه میتونیم از اونها برای بهبود زندگیمون استفاده کنیم. دوهیگ در کتاب خودش توضیح میده که عادتها از 3 بخش تشکیل میشه: نشانه، روتین و پاداش. فهمیدن این ساختار میتونه به ما کمک کنه تا عادتهای بهتری ایجاد کنیم و عادتهای بد رو تغییر بدیم. حالا بریم سراغ راهکارها. چطور میتونیم عادتهای مثبت رو توی زندگیمون ایجاد کنیم؟ سوالی که خیلی مهمه. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که مردم یعنی ما انجام میدیم اینه که سعی میکنیم یک باره تغییرات بزرگی ایجاد کنیم. مثلا اگه میخوایم ورزش کنیم یا ورزش رو به عادت تبدیل کنیم، با 5 دقیقه پیاده روی در روز شروع کنیم، نه اینکه مثلا با یک ورزش یا مثلا 1 ساعت ورزش سنگین. جیمز کلیر در کتاب عادتهای اتمی به این نکته اشاره میکنه که تغییرات کوچیک و تدریجی میتونه تأثیرات بزرگی داشته باشه. کلیر به مفهوم پیشرفت 1% اشاره میکنه، یعنی هر روز فقط 1% بهتر شدن میتونه به مرور زمان به نتایج بزرگ منجر بشه. استمرار و نظم خیلی مهمه. هر روز همون کار رو باید تکرار کنیم تا تبدیل به عادت بشه. برای این کار میتونید از روش‌های یادآوری مثلا آلارم گوشی یا نوشتن توی دفترچه یادداشت استفاده کنید. تحقیقات نشون داده که نوشتن اهداف و پیشرفت‌ها میتونه انگیزه رو افزایش بده. بعد از انجام هر فعالیت مثبت به خودتون پاداش بدید. این پاداش میتونه مثلا یک چیز کوچیک باشه و یا یک چیزی کوچیک و لذت بخش باشه، مثلا خوردن یک تیکه شکلات یا دیدن مثلا یکی از قسمت‌های سریال مورد علاقتون. به گفته روانشناس معروف بی اف اسکینر، پاداشدهی میتونه انگیزمون رو برای تکرار رفتارهای مثبت افزایش بده. هدفهای واضح و مشخص برای خودتون تعیین کنید. مثلا به جای گفتن میخوام بیشتر بخونم، بگید هر روز 20 دقیقه کتاب میخونم. این تکنیک در کتاب هدف گذاری نوشته برایان تریسی به تفصیل توضیح داده شده. تریسی توضیح میده که هدفهای مشخص و قابل اندازه‌گیری میتونن احتمال موفقیت رو افزایش بدن. محیط نقش مهمی در ایجاد عادت‌ها داره. مثلا اگه میخواین مثلا صبح زود بیدار بشید، گوشیتون رو دور از تخت خوابتون بذارید تا مجبور بشید برای خاموش کردن آلارم بلند بشید از جاتون برید بیرون. این روش توسط نویسنده کتاب معجزه صبح هال الرود پیشنهاد شده. الرود توضیح میده که ایجاد یک محیط مناسب میتونه به شما کمک کنه که به راحتی عادتهای جدید رو پذیرا بشید. ایجاد عادتهای مثبت یک چیزه، ولی حفظ کردنشون چیز دیگه.
پیگیری پیشرفتتون باعث انگیزه میشه. میتونید از اپلیکیشن های مخصوص این کار یا یک دفترچه یادداشت استفاده کنید. اپلیکیشن هایی مثل هابیتیکا یا هابیت بول میتونن توی این مسیر به شما کمک کنن. اگه یک روز نتونستید با عادت هاتون پایبند باشید اشکالی نداره. مهم اینه که دوباره شروع کنید و ادامه بدید، به خودتون زمان بدید و با خودتون مهربون باشید. هیچ کس کامل نیست و اشتباه کردن جزئی از فرایند یادگیریه. این رو به خاطر داشته باشید. برای هر پیشرفت که میکنید به خودتون افتخار کنید و خودتون رو تشویق کنید. در تحقیقاتی که توسط روانشناسان انجام شده نشون داده شده که حمایت اجتماعی میتونه تأثیر بسیاری در حفظ عادتهای مثبت داشته باشه. همچنین میتونید به گروه‌های حمایتی بپیوندید که در اونها افراد مشابه شما در تلاش برای ایجاد و حفظ عادتهای مثبت هستند. این گروه‌ها میتونن به شما انگیزه بدن و تجربه‌ها و راهکارهای مفیدی رو با شما به اشتراک بذارن. خب دوستان، اینها نکاتی بود که میتونه به شما کمک کنه تا عادتهای مثبت رو توی زندگیتون ایجاد و حفظ کنید. یادتون باشه که ایجاد عادتهای مثبت یک فرایند تدریجیه و نیازمند صبر و پشتکاره. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما دکمه لایک رو بزنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. اگر هم هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید.